کاریکاتوریست‌ها رو میشه از روی سبکشون، از روی خطاشون، از روی رنگ کردنشون شناخت. بعضیا حتی امضا کردن هم احتیاج ندارن، چون سبک کاراشون به شکلی هستش که میشه فهمید که طرف چه خصوصیاتی داشته یا چه ذهنیتی داشته برای اینکه این کار رو انجام داده. خیلی از کاریکاتوریست‌های معروف و حتی وقتی که کاراشون رو میبینیم بدون اینکه امضاشون رو نگاه کنی یا اسم کاریکاتوریست در پایین کار نوشته شده باشه میتونی بفهمی این کار از کی بوده. کاریکاتور یه هنری هستش که از روی همون سادگیش میتونه به راحتی با مردم ارتباط برقرار کنه. از روی همین جهت سعی میکنن کاریکاتوریست‌ها کاراشون رو با چند تا خط ساده ارائه بدن و حتی المقدور از رنگ استفاده نکنن. مواقعی که کاریکاتور درش رنگ استفاده میشه موقعی هستش که کاریکاتوریست یه نیازی رو حس میکنه که لازم هستش به خاطر اینکه یه عنصر برتری در کاریکاتورش به وجود بیاد و جلوه بیشتری داشته باشه، یه قسمتی از کاریکاتورش رو رنگ کنه یا از مثلا هاشور استفاده کنه در اون کار، یا به عنوان مثلا اون قسمت رو برعکس در صفحه مشکی سفید طراحی کنه یا در صفحه سفید مشکی طراحی کنه اون قسمت رو. از جمله مواردی که توی کاریکاتور زیاد مشاهده میشه بحث نماد یا سمبل هست. توی نمونه‌های زیادی از کاریکاتور مشاهده میکنیم که از نمادهای مختلف، نشانهای مختلف یا سمبول‌ها استفاده شده برای اینکه منظورهای خاصی که از اون طرح‌ها در واقع مد نظر بوده اینها بهتر القا بشه و اونها رو بهتر برسونه. بحث سمبل یا نماد مختص کاریکاتور نیست. در واقع توی هنرهای دیگه هم از اون زیاد استفاده شده و به وفور توی نمونه‌های مختلف هنری میشه مشاهده کرد. فرض کنید در نقاشی، در سینما، تئاتر بعضن یا هنرهای دیگه. نکته‌ای که راجع به این نمادهای سمبول‌ها مهم هست اینه که در واقع نمادها باید شناخته شده باشه برای مخاطب. یعنی به نوعی باید ما از نمادهایی استفاده بکنیم، در واقع کاریکاتوریست از نمادی استفاده بکنه که مخاطبشون رو بشناسه تا بتونه اون هدف نهایی رو از اون طرح در واقع برداشت بکنه. یه وقتی اگر که بحث از تقدس مثلا قرار مطرح بشه، خیلی راحت با یک حلقه کاریزما، یک حاله تقدس میشه این قضیه تقدس رو مطرح کرد و حالا اون موضوعی که مد نظرمون هست رو با کمک اون نماد و اون نشانه مطرح بکنیم و ارائه بکنیم مطلب رو.